بسم الله الرحمن الرحیم و اینه لذکر لک و لقومک. و اینمی قرآن سنت که هست چی هست؟ این قرآن عظیم شان و احادیثی که برای تو وحی میشه، این وحی جلی و خفی که هستن چی هست؟ این برای تو قانون است، شریعت است، حکم است، هم برای خودت است و هم لقومک برای قوم تو. و سوف تسألون، و شما حتما از این سوال کرده میشین از آیت قرآن. یعنی در روز قیامت انسان مسلمان سوال میشه از آیت قرآن. الحمدلله رب العالمین، ببین چی عمل کردی؟ الرحمن الرحیم چی عمل کردی؟ مالک یوم الدین چی عقیده داشتی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ببین چی عمل کردی؟ یعنی انسان از اینمی آیت قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان پرسان میشه. و سوف تسألون، سوال کرده میشه. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، پس سوال بکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از تو از کسانی که فرستادیم پیش از تو من رسولنا، از پیغمبرای ما. اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، پرسان که از این علمای یهود ببی کتابایشان را، آیا ما گردانیدیم به غیر از الله معبودان دیگه که اونها عبادت بکنن؟ این کسایی که گپاره میزنن دروغ میگن. ما هیچ وقت کسی را نگفتیم که تو قبر پرستی بکو یا بت پرستی بکو یا ملائکه پرستی بکو یا پیغمبر پرستی بکو یا رهبر پرستی بکو یا درخت پرستی بکو. ابدا این گپاره ما نگفتیم. میره کلش از دل خود جور کردن. ولقد ارسلنا موسی، الله متعال میگه ما یقینا که فرستادیم موسی علیه السلام را به آیاتنا، با دلایل خود، دلایل از معجزات، دلایل عقلی، دلایل در تورات، دلایل در خلقت آسمان و زمین. به کی فرستادیم؟ به پیش فرعون و ملائه، به پیش فرعون و امو چی لشکریایش و طرفدارایش. فقال، گفت موسی علیه السلام برشان انی رسول رب العالمین، من پیغمبر هستم از جانب رب العالمین. فلما جاءهم بآیاتنا، وقتی که آمد موسی علیه السلام آورد برشان آیات ما را، اذا هم منها یضحکون، یا شروع کردن به معجزات الهی خنده می کردن. و ما نوریه من آیت الا هی اکبر من اختها، الله متعال میگه ما برشان نشان ندادیم هیچ آیتی را مگر ای که از او معجزه دیگی که پیش ازی بود، از او که ای چی بود؟ بزرگتر بود. اکبر من اختها یعنی بزرگتر از خواهرش. چی مانه؟ یعنی از اون معجزه که قبل ازی بود، از او که دی معجزه قوی تر دیگر برشان روان میکردیم. و اخذناهم بالعذاب، سر از اینا را گرفتیم با عذاب، لعلهم یرجعون، شاید که اینا عذابهای الله را ببینن یا به دین حق رجوع بکنن. و قالوا یا ایها الساحر، آلیا میفهمیدن که دعای موسی علیه السلام تأثیر میکنه. سر از اون که چقدر بیادب بودن، ایوازی برش بگن که ای پیغمبر یا ای نبی الله، یا برش بگن که ای دوست الله. چی میگفتن؟ ایوازی که بگن ای پیغمبر الله یا ای نبی الله یا ای دوست الله یا ای شخصیت بزرگوار، برش چی میگفتن؟ برای موسی علیه السلام میگفتن یا ایها الساحر، او جادوگر، ادع لنا ربک، دعا بکو بر ما به پروردگارت، به ما عهد عندک، به آنچه که بر تو وعده کرده، اننا لمهتدون، ما باز هدایت میشیم. یا میفهمیدن که موسی علیه السلام دعا بکنه دعایش تاثیر هم میکنه و یا می مشکلات از سرشان دور میشد، باز میمدن برش میفتن که دعا بکو بر ربت که ما را از امی تکلیف خلاص کنه، باز ما هدایت میشیم. فلما کشفنا عنهم العذاب، الله متعال میگه وقتی که باز ما دور میکردیم از اینا عذاب را، اذا هم ینکثون، باز یا دوباره چی میکردن؟ عهد خودم مشکستاندن. اول خوب تعهد میکردن که اگر یه عذاب دور شود. و نادا فرعون فی قومه، میگه صدا کرد فرعون در قومه، قال یا قوم، برش گفت که قوما الیس لی ملک مصر، آیا بر ما پادشاهی مصر و حکومت مصر نیست؟ و هذه الانهار، و ایج نهرها و دریاها را سعی کنین که تجری من تحتی، که از زیر قصر ما ای دریاها در حرکت هستن. افلا تبصرون، شما نمیبینین؟ ام انا خیر، آیا ما بهتر هستم؟ من هذا الذی هو مهین، آیا ما بهتر نیستم نسبت به این شخصی که موسی علیه السلام میگفت که مهین، کو بسیار انسان بی قدر است، نه قصر داره، نه خانه داره،
نه دریاها را داره و نه امکانات داره. ولا یکاد یبین و حتی سخن هم بسیار واضح و روشن گفته نمیتونه. یعنی موسی علیه السلام بعض اوقات زبانش بندش داشت. این فرعون میگفت که موسی علیه السلام سعی کنین که نه مثل ما ور قصر داره، نه مثل ما ور امکانات داره، نه قدرت سیاسی داره، حتی در گفتن هم اما تو بسیار با فصاحت گپ زدن نمیتونه. دیگه فرعون برای جا دیگه بر قوم خود نشان میده و میگه فلولا القی علیه اسوره من ذهب، چرا وقتی که پیغمبر است برش اما تو دستبندهای طلایی برش داده نشده؟ باید همه طلایی کته کته می داشت. او جاء معه الملائکه مقترنین، یا به همراه ازی باید ملائکه میامد که مقترنین، که یا چی مقترنین که یا جمع می شدن گرد گرد ازی کلش ملائکه می بود و پیش ازی طلا می بود و دستایش طلا می بود. فاستخف قومه، او بسیار چی ساخت؟ خفیف یا بیوقوف یا احمق ساخت قوم خود با این دلایل خود. فاطاعوه، باز از اطاعت کردن. یعنی اینجا الله متعال بر ما شما میگه اگر شما گپای فرعون صفتها را بشنوین و بگوین که من قدرت سیاسی دارم و مال دارم و پیسه دارم و ملا را سعی که هیچ چیز ندارن و نه پیسه دارن نه مال دارن و یک دانه میز دارن یا همگاه شورک میخوره و شورک میخوره و یک گلاس کاو پیش روی خود دارن. چطور است؟ میگه سعی که با این دلایل خود فرعون قوم خود چی ساخت؟ احمق ساخت. استخفه اینجا چی مانا؟ یعنی بسیار از نگاه عقلی او را مردم چی ساخت؟ به عقل ساخت. لوده و احمق ساخت و بیوقوف ساخت. فاطاعوه، باز مردم به اساس همین حماقت و جاهلیت خود باز از او اطاعت کردن. راست میگه فرعون سعی که چی قصری دارن، چی دریایی دارن، دستای فرعون هست که دستاش او وقت فرعون و فرعونی عادت داشتن طلا را تو کلان جور میکردن در گردن خود باز منداختن. یک بلست طلا اینجاش می بود، اینجاش طلا را نصب میکردن. این سعی که راست میگه. او موسی را سعی که یک دانه انگشتری یک طلا نداره. متوجه هستین؟ الله متعال میگه که فاستخف، پس احمق ساخت، لوده ساخت فرعون قوم خود را. فاطاعوه، باز از فرعون اطاعت کردن. انهم كانوا قوما فاسقین، واقعا اینا مردمای فاسق بودن. انسان فاسق همیشه دنیا پرست است، قصر پرست است، خانه پرست است، طلا پرست است، پشت از همین میدوه. فلما آسفونا، پس چون ما را چی ساختن؟ به خشم آوردن ما را. آسفونا یعنی ما را به خشم آوردن. الله متعال میگه انتقمنا منهم، باز ما الله میگه از پیشان انتقام گرفتیم. فاغرقناهم اجمعین، کلشان غرق کردیم. فجعلناهم سلفا، باز میگه ایره ما درس گشتاندیم هم برای درس عبرت برای گذشتگان. سلف یعنی گذشتگان. و مثلا للآخرین، و مثال برای آخرین. مثلا کلمه سلف برای چی استعمال میشه؟ برای سابقه. مثلا این نفر وقتی که میگی ما سلف ما و شما کی است؟ صحابه هست، تابعین است، تبع تابعین. ما و شما چی هستیم؟ آخرین. ما گپ از آخرین بگیریم یا از سلف بگیریم؟ گپ از صحابه را بگیریم، از تابعین بگیریم، از تبع تابعین بگیریم. و خیر القرون بودن. الله متعال میگه ما اینمی فرعون و لشکر زیر و غرق زیر درس ساختیم هم برای کسایی که قبلا گذشته هن و هم برای کسایی که بعداً می آین. ولما ضرب ابن مریم مثلا، و هنگامی که بیان میشه عیسی پسر مسیح علیه السلام مثال، اذا قومک منه یصدون، باز قوم تو از او بسیار به خوشی نعره میزنن. و قالوا، و میگن آلهتنا خیر ام هو، میگه آیا معبودای ما بهتر است یا عیسی پسر مسیح؟ ما ضربوه لك الا جدلا، میگه این مثال برای تو میتن به جدل. بل هم قوم خصمون، بلکه اینا قومی هستن خصومت کننده. وقتی برشان گفته میشد که این مجسمه های شما سنگ های دوزخ است، بازی ها میگفتن خیلی مجسمه عیسی علیه السلام ساختن. عیسی علیه السلام هم نه، عیسی علیه السلام در زندگی خود کسی را به عبادت خود دعوت نکرده بود. طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که زنده باشه مردم به عبادت خود دعوت کنه. اما اگر یک نفر خوب آدم است بعد از مرگش بدون اجازه از او مردم باز بره او را قبرش عبادت بکنه مجسمه‌اش بسازه، بازی طاغوت گفته نمیشه. اینا کسایی که کارایی میکردن فرعونی ها، خود فرعون مردم چی میکردن؟ مردم دعوت میکرد که بیاین به عوض شریعت الله قانون مرا تطبیق بکنین.
این هو، الله متعال میگه نبود عیسی علیه السلام الا عبد، یک مگر بنده که انعمنا علیه، ما بالای از او انعام نمودیم، و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، و ما او را گردانیدیم مثال برای کی؟ برای بنی اسرائیل. ولو نشاء، و اگر ما میخواستیم لجعلنا منکم ملائکة فی الارض، اگر ما میخواستیم باز از شما ملائکه میساختیم در زمین، یخلفون، که باز این ملائکه خلیفه زمین میبودن. حالا وقتی که شما انسان ها هستین، بس پیغمبرتان باید چی باشه؟ انسان باشه. شما چرا ادعا میکنین که بر ما پیغمبر ما باید چی باشه؟ ملائکه باشه. و انه، و یقینا که نزول عیسی علیه السلام یا نزول از این قرآن عظیم لعلم للساعه، این چی هسته؟ این یک نشانه هست برای چی؟ برای قیامت. پس این دلایل هست برای قیامت. وقتی که عیسی علیه السلام نازل میشه، این هم علامت قیامت است. وقتی که قرآن نازل شده، این هم یکی از دلایل آمدن قیامت است. فلا تمترن بها، پس تو شک نکو در ای، واتبعونی، و متابعت از ما بکنین. الله متعال میگن هذا صراط مستقیم، اینی راه راست است. ولا یصدنکم الشیطان، و مانع نشود شما را شیطان از رفتن برای حق. انه یقینا، امی شیطان کس لکن برای شما عدو مبین، دشمن آشکاراست. ولما جاء، و هنگامی که آمد عیسی علیه السلام یا آورد عیسی علیه السلام بالبینات، با دلایل روشن، قال، گفت قد جئتکم بالحکمه، یقینا ما بر شما حکمت آوردیم، ولی ابین لکم، تا که بیان بکنم شما، بعد الذی تختلفون فیه، بعضی چیزایی که شما دو اختلاف میکنین، فاتقوا الله و اطیعونی، پس شما از الله بترسین. عیسی علیه السلام گفت از ما اطاعت کنید. ان الله، عیسی علیه السلام بر مردم چی گفت؟ گفت یقین داشته باشین که الله کس هو ربی، او رب ما هست، و ربکم، و رب شما هست، فاعبدوه، پس او را عبادت بکنین. این عقیده عیسی علیه السلام بود. هذا صراط مستقیم، اینی راه درست است. فاختلف الاحزاب من بینهم، باز مردم حزب شدن، گروه شدن، در بین خود اختلاف کردن. فویل، پس شدت عذاب است، للذین، برای کسانی که ظلم کردن و شرک کردن، من عذاب یوم علیم، از عذاب روزی که بسیار دردناک است. هل ینظرون، ای ما ینظرون، یعنی اینا انتظار نمیکنن الا ساعت، مگر امو ساعت و لحظه قیامت را، ان تأتیهم، که امی لحظه و امو ثانیه که قیامت میایه، بغتتا، ناگهان، و هم لا یشعرون، در حالی که اینا باز نمیفهمن، بیخبر هستن که یک دفعه قیامت میایه. وقتی که قیامت آمد باز چی میشه؟ در روز قیامت الله متعال میگه که فکرتان باشه که دوست زشت نگیرین، دوست بیدین نگیرین. الاخلاء، دوستهای بیدین چی می باشن؟ یومئذ، در روز قیامت، بعضهم لبعض عدو، بعضشان برای بعض دیگهشان چی می باشن؟ دشمن می باشن. ببینه که دوست که دوست خود دشمن می باشه. چرا دشمنش میشه؟ به خاطر که همی دوستش ایره به گناه دعوت کرده. خانه دوستت میری، تو هیچ فیلم نمیخوای سیل کنی، دوستت برات میاد فیلم میپرته. تو رقص سیل نمیکنی، دوستش برش رقص چالان میکنه. تو در عروسی یک دوستت میری، او تو را در ساز و رقص میاره. تو در پیش دوستت میری، او تو را به شراب پیش روت میاره، قمار پیش روت میاره، لدو برات پیش میکنه، قطر پیش روت میپرته. خب کلش چی هستن؟ نه، باز میگه این دوستای لدوباز، دوستای قمارباز، دوستای مشرک که تو در حلقات میبره، تو را میگه سجده کو بره بزرگوار ما خدا پرتو دارن دروازه، همو تو سجده کردگی پیش پایاش برو. الله متعال میگه که اینی دوستا بعضشان برای بعضشان در روز قیامت چی میباشن؟ عدو، دشمن میباشن. بازو میخوزه که ای خدا تو را بشرمانه، از دست تو اینم تباه شدم. الا المتقین، مگر او دوستایی که دوستیتان به اساس چی باشه؟ تقوا باشه. یا عبادی، باز الله متعال میگه که بنده های من، لا خوف علیکم الیوم، تو شما که تقوا دارین بالای شما ترس نیست، ولا انتم تحزنون، شما جگرخون نباشین. الذین، او کسانی که آمنوا بآیاتنا، او کسانی خوف نداشته باشن و اندوهناک نباشن که به ای آیات ما ایمان دارن، و کانوا مسلمین، مسلمان ها بودن. ادخلوا، الله متعال میگه داخل شوین، الجنت، در جنت،
انتم شما هم داخل شوین و ازواجکم و همسرای دیندارتان که همراه شما در درس تفسیر میشید، همسرتان که در درس حدیث میشید، همسری که با همراه شما یک جای نماز میخوان، در عبادت یک جای بود، در هر کار دینی همراه شما را پالوی شما مثل یک سنگر قوی، مثل که ام المؤمنین خدیجه کبری به همراه رسول الله صلی الله علیه و استاد بود، خانمایی که مثل بیبی خدیجه باشن. باز الله متعال میگه شما هم در جنت داخل شوین، همسرایتان هم داخل شوین، تحبرون که در اینجا بسیار عزت داده میشین. یطاف علیهم بالصحاف، الله متعال میگه که باز وقتی که اینا در جنت باشن بر از اینا باز میارن باز ظرفایی که من ذهب طلایی است. اینه او وقت باز مزه میده که در ظرف طلایی آب نوشی و اکواب و دیگه گلاس های است. و فیها، و در جنت چی هست؟ میگه در جنت ما تشتهیه الانفس، در جنت و فیها و در جنت ما آن نعمت های هست که حساب ندارن. آن نعمت است که هر قدر نعمتی که تشتهیه الانفس که اشتها داشته باشه و علاقمند باشه نفس انسان، هر چیز که بخواه هیچ کمی نیست. و تلذ الاعین، او تو نعمت است که با دیدن از او چشمها لذت میبرن. و انتم فیها خالدون، باز الله متعال میگه که دیگه خوشخبری است که بعض آدم در یگان میمانی که میره نه باز می دلش هست که والا امشب خود میمانی سبا باز کچالو خوردن است، نه در دنیا یا در آن جای در هتل میری باز برات میگه که در روز همینجا هستی، در روز خوب لوکس هستی، روز 11 باز پس که مبرایی باز همو گشنه و غریب. الله متعال میگه نه، این نعمت های جنت که برای شما داده میشه به اندازه‌ای که شما تقاضا دارین، به اندازه‌ای که چشمایتان لذت ببره و سیر شود که دیگه بگوین پروردگار بیخی زیاد شد. باز الله متعال میگه و انتم فیها خالدون، شما جگرخون نباشین، همیشه امی برای شما هست. و تلک الجنه، الله متعال میگه امی جنت برای کی میتیم؟ و تلک الجنه التي، میگی امو جنت است که اورثتموها، شما الله برشان میگه که این جنت است که ما بر شما دادیم، شما را وارث ساختیم. چی ما را وارث ساختیم؟ دمی جنت میگه بعضی جایا هست که برای دوزخی هم جور شده، یعنی برای هر انسان یک قسمت، یک چند جریب در دوزخ جای داریم، چند جریب هم در جنت جای داریم. آل او کسایی که باز کافر میشه و مرتد میشه و بیدین میشه، یا باز امو جاهایی که برای ما شما هم بود او را هم بر از وا داده میگه، میگه یا از شما باشه، و جاهایی که بر از اینا در جنت خلق کرده بود باز این برای کی میته؟ او را هم به جنتی ها میته. الله میگه اینی بی جنت است که شما وارث ازی شدین، هم حق خود گرفتین، هم حق از او کافرها و منافقا و مشرکینه که محروم خود ساختن از این جنت. بما کنتم تعملون، به خاطر که شما اعمال خوب داشتین. لکم، برای شما هست فیها در جنت فاکهتون، فاکهتون میبینین اینجا چی هست؟ این نکیره هست، یعنی انواع مختلف میوه ها. حالا شما مثلا میوه های افغانستان که سعی کنی یک وقت در این بری ببینی که اوه این چه قسم میوه هاست که از این میوه ها ما در افغانستان نخورده بودیم، چی اناناس های لوکس است. یک قسم دیگه میوه ها بود این که میخوردی خربوزه از سرخ و زرد بود، خربوزه افغانستان. دبی که بری میوه های دیگه قسم است، در عربستان سعودی که بری اونجا که میری در مکه مکرمه میوه های دیگه. الله متعال میگه که در جنت بر شما میوه های تمام دنیا هم است و میوه هایی که شما وره هیچ ندیدین در دنیا، میوه استرالیایی و میوه های اروپایی و میوه های آسیایی و میوه های فلانی. فاکهتون کثیره، بسیار زیاد، منها از آن تأکلون میخواین. آل مجرما باز چطور است؟ میگه ان المجرمین، باز مجرما که هستن پیش الله مجرم بزرگ کافر است، مجرم بزرگ مشرک است، مجرم بزرگ مرتد است، مجرم بزرگ کسی که در ذات الله کس را شریک میکنن، در صفات الله شریک میکنن، در عبادت الله شریک میکنن. الله متعال میگه که مجرما که هستن فی عذاب جهنم، در عذاب دوزخ می باشن، اونا هم خالدون همیشه می باشن. لا یفتر عنهم، سبک کرده نمی شود از ایشان، و هم فیه مبلسون، این آدمی دوزخ میگه بسیار مایوس می باشن که واه چی بدبختی کردیم،
و ما ظلمناهم، الله متعال میگه ما سرشان ظلم نکردیم، ولکن کانوا هم الظالمون، خودشان ظالم بودن. چقدر قتل کردن، چقدر بمباردمان کردن، چقدر کشتن، چقدر عذاب کردن، چقدر مسلمان ها را اذیت کردن. و نادوا، بازیا فریاد میکنن یا مالک. مالک نام امور رئیس خدمتگارای دوزخ است، کسایی که در دوزخ کار میکنن، امون رئیسشان مالک نام دارن. بازی ها صدا میکنن که ای مالک لیقضی علینا ربک، تو دعا که برای ما که الله ما را بیخی از بین ببره، از این عذاب کرده، لیقضی، الله کار ما را تمام بکنه دیگه ما بمریم هیچ زندگی نداشته باشیم. قال، میگه ای برشان مالک میگه که انکم ماکثون، شما همیشه اینجا هستین. لقد جئناکم بالحق، از این خاطر این آیت قرآنه. بسیار کافرها وقتی که قرآن میخوانن در این آیات که میرسن میفهمن که عاقبت چی گپ است. امیال چقدر کافرها مسلمان میشه، نصرانی ها مسلمان میشه. چی مسلمان ساخت؟ میگه آیات قرآن وقتی که خواندم چی سرنوشت خطرناک است. الله لقد، وقتی که چیخ میزنه که یا مالک، ای کلان دوزخ، ای کلان بزرگ همین کسایی که بر ما سر عذاب دوزخ مقرر هستین، دعا کو بر الله که ما رو بیخی از بین ببره، هلاک شویم، نابود شویم. قال، برشان میگه انکم ماکثون، شما آدمی دوزخ همیش مکث میکنین، همیش دائما همینجا میباشین. لقد جئناکم، الله متعال میگه یقینا که جئناکم بالحق، آوردیم بر شما توحید را. قرآن، سنت، دلایل وحدانیت الله در هر صفحه قرآن که تو بخوانی بر تو توحید بیان میکنه، دلایل قدرت الله را بیان میکنه، وحدانیت. ولکن اکثرکم للحق کارهون، لکن اکثرتان بعدتان چی میامد؟ توحید بعدتان میامد. امیال بسیاری کساست در مجلسش که بشینی از هر کس توصیف بکنی، از او قماندان توصیف کو، از او والی توصیف کو، از پاچا توصیف کو، قصای خروچوف برشان بگو، قصه گورباچوف بگو، کلشان ولی استاد چقدر خوب گفتین. که باز برش بگی برادرها، توحید الوهیتی است که بغیر از الله به کس رکوع نکنیم، بر کس سجده نکنیم، در زیر پای کس سر خدا نمانیم، مرغ در زیر پای مخلوق نکشیم، عبادت غیر الله را نکنیم. باز یک دفعه دیگه چی میشن؟ للحق کارهون، بر توحید چی هستن؟ کاری هستن. بعدشان میگم یار چی میگی؟ خود توحید بر ما بیان نکو. در بسیاری تلویزیون هم که میری برشان بگی استاد دمی تلویزیون ما یک درس نمیتین، بیاین یک درس بدین. ما باز برشان میگم والا درس میتیم، تو بیایم درس عقیده رو شروع کنیم. نه استاد من بغیر از درس عقیده خیلی چی برتان بگم؟ قصه بگو، قصه های اشخاص خوب بخوان، قصه بگو که فلانی خوب آدم بود، یک دانه پادشاه بود، سر یک کنیزک عاشق شد و کنیزک بیمار شد و پادشاه لفگار شد. برو برادر گفتیم این قصه مساوات را نیست. اگر بر ما برنامه میتی، مسلمان هستی، دیندار هستی، اصل دین توحید است، بیا کمی الله را برشان معرفی کنی. نه بالا هم که میره چی است؟ توحید نه. چرا؟ الله متعال میگه دوزخی ها چی مشکل دارن؟ این صفت شدن که لقد جئناکم بالحق. الله میگه بر دوزخی ها میگه ناوردیم برتان توحیده، ولکن اکثرهم للحق کارهون، کلشان امی حق بعدشان میامد. عقیده را خوش ندارن، درس قرآن خوش ندارن، درس سنت خوش ندارن. از قرآن و سنت گپ نزن، از عقیده گپ نزن. خیلی چی گپ بزنم؟ قصه کو، داستان بگو، فلانی بگو، فلانی بگو. قصه ای که 100 دفعه بشنوی هیچ در مغز تاثیر نکنه. مغز چی جور میکنه؟ قرآن. شما خودتان پیشتان فکر کنین از اولی که قرآن میخواندین تا امیاله دی سپاری 25 رسیدین، مغزتان چقدر تغییر کردن، چقدر الله را شناختین، عظمت الله چقدر در قلبتان جای گرفت. خب بگذارین که می قرآن روزانه یک ساعت در تلویزیونتان درس بده، مفت به پیسه نه. اگر پروگرامی که با سیستم خود ماست می ده او باز ما به تو پیسه میتیم. قرآن اگر مفت هم درس بدی سبحان الله. الله میگه ولکن اکثرهم، لکن اکثریت از چی مشکل داشتن؟ این دوزخی ها که در دوزخ رفتن، للحق کارهون، اونا توحید بدشان میامد. از این خاطر هر کسی که برشان توحید بگوید، اونم توحید بدشان میامد، او را میزنن. ام ابرمو، یا ای که اینا برنامه ساختن، امرن به یک کاری، الله متعال گفت فانا مبرمون، فکرتان باشه ما هم برنامه میسازیم، ما هم
برنامه خود داریم، با اینکه با برنامه سازی بکنن. هر قدر ما به ضد دین الله برنامه بگیرن، الله میگه ما برنامه خود داریم. وقت میتیم، این سنت الهی است. وقت میتیم، فرصت میتیم، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال برشان فرصت میتیم تا که خوب غرق شون، بگه دیگه هیچ مرگ نیست. اما لحظه سرشان چی میه؟ مرگ میه. مثل فرعون واره، لشکر فرعون گفت که حالا دریا 2 توته شد. فرعون گفت دریا 2 توته شد، ما را دریا مریا غرض گرفتن نمیتونن، برین نابود کنین موسی را کت لشکرش کتی پیروایش، برین تکت تکیشان کنین. هیچ رای نمیداد. یک دفعه که دمی داخل در آمد که همی عاو دیگه 200-300 متر هم تو بالا دیگه استاد مانده. یک دفعه میگم این فرقشان که می خطا خورد، جغزیشان کرد. شما این فیلم سونامی رو سعی کنین، باز میبینید که کافرهای که این از امریکا اروپا آمدن، از اروپا از امریکا کجا آمدن؟ ما میریم بانکاک. There is very nice girls. بسیار دخترای خوبیش از بانکاک، بسیار بحر خوبیش داره و بازی داره. یا که در بانکاک رسیدن که خوب خدا به رهنام کردن دیگه در لبای بحر هستن که یک دفعه صاحب دریا می از این بالا کششان میکنه، این از 6 منزله و 7 منزله میزننشان تکت تکه میشن. الله متعال میگه یا برنامه ریزی میکنه، ما هم چی داریم؟ برنامه خدا داریم. ام یحسبون، آیا این مردم اوتو گمان میکنن که انا لا نسمع سرهم، که ما نمیشنویم گپای پت چوب ازیاره و نجواهم، یا سرگوشی وقتی که پت در گوشه که دیگه خود گپ میزنه؟ بلا، چرا نه؟ و رسولنا لدیهم یکتبون، مجرد که یا یک برنامه مخفی هم میگیرن یا در گوش یک دیگه خود پسک میکنن، میگه اونموجه هم رسول ما کرامن کاتبین نشکده میرن یک. قل این کان للرحمن ولد، برشان بگویی رسول الله صلی الله علیه و اگر الله فرزند می داشت فانا اول العابدین، باز من اولین کس می بودم بر از او عبادت میکردم. سبحان، پاک است ربتان از داشتن فرزند و دختر و پسر. رب السماوات والارض، او رب آسمان ها و زمین است. رب العرش، رب خالق عرش است. اما یصفون، از آن چی که اونا او را توصیف میکنن. فذرهم، ای رسول الله صلی الله علیه و بگذاری مردم را یخوضوا و یلعبوا، که مشغول باشن، یخوضوا مشغول باشن در اینمی فکایی گفتن و دمی رشخندی کردن و دمی ساتیری کردن و دمی برنامه های مسخرگی و لهو و لعب. و یلعبوا، و بگذارشان که خوب لعب و سپورت و ساتیری و مسابقه و این میگه پای خدا کده برن، حتی تا وقتی که یلاق و ملاقات که بکنن یومهم، روزی را که الذی یوعدون، که روزی که برشان وعده داده شده است. و هو الله که از الذی ذات است که فی السماء، در آسمان هم اله معبود است که در آسمان ها ذاتش عبادت میشه و احکام و شریعتش تطبیق میشه. و فی الارض اله، و در زمین هم معبود است که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. و هو الحکیم العلیم، و الله ذات است که بسیار با حکمت است و بسیار با علم. و تبارک الذی، و بسیار با برکت است. الذی، او ذاتی که له ملک السماوات والارض، بر از او مالکیت و تصرف آسمان ها و زمین است. و ما بینهما، و آنچه که در زمین بین آسمان و زمین است. و عنده، و او ذات است که به نزد او است علم الساعه، علم غیب ساعت هم به نزد الله هست. و الیه ترجعون، و به سوی الله رجوع میکنین. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، و مالک نیستن او کسایی که اونا دست دعا بر از او بالا میکنن بغیر از الله، اونا مالک شفاعت نیستن و شفاعت کردن نمیتونن. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسانی که شهادت به حق دادن و اونا میفهمن. ولا ان سألتهم، و اگر از پیششان سوال کنی که من خلقهم، اینا را کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میگن که اینا را الله خلق کرده. فانا یؤفکون، پس چرا اینا باز در افک و دروغ چی میشن؟ خود داخل میکنن در عبادت الله، باز مخلوقات داخل میکنن. و قیله، و قسم به این سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا رب، ای پروردگار ما، ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. الله قسم یاد میکنه به این سخنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که یا رب،
این قوم که اصلا یا ایمان نمیارن، الله میگه ما امی سخن پیغمبر سند میگیریم، سر از یا شاهد میباشن و اینا را با ذلیل میسازیم که پیغمبر اینا رد کردن. فاصفح عنهم، ای رسول الله صلی الله علیه و از اینا روی بگردان و قل و بگو که سلام سلام، خلاص. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام فسوف یعلمون. ان شاء الله یا باز روزی میای سرشان که حق و باطل باز خوب دقیق میفهمن. خب باز اون مشکلش است که باز اون روز اینا مشکلی است که باز وقت دینداری و قبول ایمان باز به دردشان نمیخوره. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله استغفرک.